آهنگی که ساخته و توسط بلاگرها یا همون چهره‌های فضای مجازی تبلیغ شد با بیقانونی منتشر شده. این ترانه بدون مجوز که چند وقتیه با محتوای نامناسب و مبتذل در حال انتشاره به سفارش یک شرکت قانونی محصولات مراقبتی پوست در شمال کشور ساخته شده. رفته بود تو سوشال. این از سمت خودتون بود یا ارگان؟ البته این اولین بار نیست که شرکت‌های مختلف تبلیغات غیر متعارف تولید می‌کنن و به قانون بی‌تفاوتن. نهادهای مرتبط چه می‌کنن؟ پرونده این مجموعه هلدینگ بزرگ لوازم آرایشی بهداشتی به دستگاه قضا و نهادهای انتظامی ارجاع داده شده و تمامی صاحبان کالا و خدمات موظفن قبل از انتشار کلیه فعالیت‌های تبلیغاتی خودشون